سلام دوستای عزیز، با کانال تیوی شرطان پلاس خوش آمدید. من عبدالکریم ابراهیمی هستم. امروز تاریخ 29 یهودی 1404 برابر است با 19 مارچ 2026 و همچنان روز اول عید سعید فطر. عید سعید فطر را بر شما تبریک میگم. طاعات و عبادات شما قبول و مقبول درگاه حق باشه. در هر کجا، در هر گوشه ای از دنیا که هستید، کنار دوستا و فامیل و خانواده شاد و سرحال باشید. دیگه دوستای عزیز، ما بازم در کوتل پیشغار هستیم. امروز آخرین روزی کاری اسکاوتور در کوتل پیشغار است که خواستیم از آخرین روزم برای شما یک گزارش داشته باشیم. دوستای عزیز، امروز خاکبرداری را از نیمی کو شروع کردیم. دیگه خاکبرداری ابتدایی توسط اسکاوتور انجام شد. اینجا امروز اسکاوتور پاکت خراب بسته کرده بود، خاکبرداری ها را اینجا انجام داده، اما بازم خاک مانده. دیگه بسیاری از دوستان از ما پرسان کردن چرا نیروی انسانی، چرا مردم آمده در این پروژه کار نمیکنه. دوستان عزیز، این یک ماه مبارک رمضان رخصتی بود در مردم. فصل کاری مردم، فصل پیوند نیال، فصل بیل زدون نیال، به خاطر از اینکه مردم هم سال آینده باید امید و تمام و امید چه درخت هایش هسته که از اون درخت ها باید حاصل بگیره تا گرسنه نمانه. بعد از ماه مبارک رمضان دیگه مردم انشالله میایه کار سرک عملا بازم توسط مردم شروع میشه، به خاطر که او قدر بودجه نیه که کل کار اسکاوتور کنه. ساحای که مردم با دیست کار نمیتونه و امکان کارش نیه اسکاوتور کنه. در غیر از او باید مردم بیاید کار کنه و قطعا به زودی مردم میاد. دیگه دوستان عزیز، در رابطه با اسکاوتور دیگه دقیق معلوم نیه که بعد از عید بازم میاد کار خود شروع مونه یا نه. دیگه در ادامه برنامه با ما باشید. مقدار سرک کار شده رو برای شما نشان میدیم و گلایی که کار کرده و دم خاکبرداریش مانده امروز خاکبرداری نمونه برای شما نشان میدیم و با مسئول پروژه و راننده اسکاوتور گپ میزنیم که چقدر رخصتی گرفته، آیا بعد از عید بازم میاد کار شروع مونه یا نه. دیگه بسیار تشکر از دوستایی که در این پروژه مردمی سهم گرفته بود، کمک های از شما به ما رسیده و ما بعد از رمضان دیگه سرورکارای ما تیم منفجره شروع در کار مونه. نیاز در یک برمه داریم. بسیار از دوستای ما در خرید یک برمه با ما همکاری کرده ولی بازم قیمت برمه باقی مانده. اگر دوستای که ما را دیده و تصمیم داره که ما کمک کنه تا سال نو را کمک هایشان را در ما لطف کنه که ما بعد از سال نو ان شاء الله یک برمه نو بیاریم تا به زودی سرک وصل شونه. بخیر باشید.
خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه هستیم. در خدمت آقای ابراهیمی مسئول پروژه. حال جزئیات را از آقای ابراهیمی میگیریم که امروز آخرین روز کار اسکاتور در کوتل پیشغاره. رخصتی پیشری، رخصتی ایده یا بودجه هم خلاص شده. آقای ابراهیمی سلام علیکم. سلام علیکم. چطور هستی؟ خوب هستی؟ بخیر؟ سلامتی؟ یک سلام برای بیننده‌های شهرستان پلاس تقدیم می‌کنم. سلامت باشی عزیز دل. خسته نباشی. یک ماه گرد خاک خوردی، در بین خاکباد بودی، بالاخره بخشی بزرگ از پروژه را هم وصل کردی. سلامت باشین. تشکر شما مخن از ما بودین دیگه. از اول ما تا آخری ما شما بودید. شما شاید کمتر بودید، ما زیادتر. درسته. سلامت باشی. با بیننده‌های شما عید فطر بعضی دید کرده، بعضی نکرده. آره وای که عید کرده تبریک میگم، وای که نکردم پیش تبریک میگم. بسیار تشکر. امروز آخرین روزی کار اسکاتور در کوتل پیشغار. بله تا اینمی اینا خودت میبینی دیگه. گلایی هم هموار شد دیگه. گلایی از او سر کو دیگه تا سرک کنه دیگه. انشالله سرک وصل شد. این پاس میتونه که موتور از اینجا برای بیا کنه. دو دانه گلایی بالفعل خلاص شد. دو دانه گلایی خلاص شد. کوی بعدم دیگه امروز تخت شد، درسته؟ آره دیگه اونم سر از گلایی دیگه تا میگیره تخت تا گلایی تا چیز سرک کنه. درسته. آقای ابراهیمی چند روز کار تعطیل در کوتل پیشغار یا دوباره بازم اسکاتور کارش شروع مونه؟ چقدر بودجه مونده، چقدر نمونده، چقدر هماهنگی صورت گرفته؟ تا روز پنجشنبه را تعطیله. خب پنجشنبه آینده را بودجه هم نداری. همین یک مقدار تل داره. خب یک مقدار تل داره. دو بیلر تل داره. اما دو بیلر تل چرا انشالله بعد از زمزم میزنیم دیگه. یک مقدار این در که ما پیسه همین بعضی وعده ای داره. هنوز در ریسمس قرار نگرفته. وعده ای داره. آره وعده همکاری داده. اونم ما عمل بگیم پیسه نقد که خزانه دار مو بشه هیچ نیه. ولی یک خیر یک مقدار بالا داده. اونم هم که ما دو بیلر تل داره تا اونم که شاید هم یک دو روز سه روز دوره. بعد حساب کرایه‌اش هم از خدا امید است. از خدا امید. ما اول که شروع کردیم ما این قصه که یعنی می خیرین بود که یعنی دوست ثابت که ما را یاری کردن دیگه. نه رسانده میکنی دیگه خودت کنی کشکش هیچ چیز دو کار نمیکنی. نه جکمه نه پاکت نه سرود هیچ چیز کنی کشکش. اون رفت سقوط کرد. خلاص بعد این ولی انشالله دیگه شم میشه. خدا مهربانه دیگه. خیرین است. خیرین ما را یاریم نه تا فعلا یاری کرده. از بعد هم یاریم نه. پناه به خدا. پیش سالی نو هم است. نوروز میشه دیگه. عید فطر هم دویده نه. آفرین دویده جوال ایده. برای هموطنا، برای کسایی که شما رو میبینه پیام شما چیه در رابطه با سرک میخوای چی بگی؟ ما از مسافرین، از هموطنای عزیز ما ایدی میخوایم. ایدی ما رو روان کنه که ما سرک باید انشالله سرک باید جور کنیم. ما زنوان در مستقیم مگه میدی. ما امسال از پیش که چی نداشتیم. امسال ما ایدی داریم. ایدی طلب داریم. ایدی 100% ایدی طلب داریم. باید ایدی روان کنه در ما. دو ایدم پیش سر هم هستی. همه از این سرک انشالله تا همه در زودترین وقت ما باید افتتاح کنیم. همه کارش ختم شنه انشالله. موشه اینه که دیگه یقین قرصه که موشه. درسته. بسیار تشکر. سلامت باشید. بخیر باشید. بسیار تشکر. خب دوستان عزیز، آقای ابراهیمی از هموطنان ما میگه دما ایدی روان کنه. نه یکی دا آقای ابراهیمی ایدی روان کنه. آقای ابراهیمی در خود مصرف کنی ایدی روان کنید که میگه مو در سرک خود مصرف کنی، کرایه اسکاتور بدی، تل بخری، این سرک کاشه دیگه. یک چیزی دیگه هم که ماند آقای ابراهیمی، بعد از ایدا مردم میای کارمونه نه؟ بله مردم آماده کامل هماهنگی شده. اینالی شما همه چیز در روزه که وقت کم سخت بود. کارهای مردم هم برشده بود. مردم وصلی داشت، پایبل داشت، دیگه داشت. پایبل داشت. بعد از این در که ما در کل که بسیج بیانیه یک مقدار از منطقه یک نوبتی کنه که هم یک مثال میزنه که نه از خدا بمونه نه از خورما، نه از کار خود بمونه نه از سرک. بعد هم در اون یک هماهنگی کرده که در روز یک مثلا 30 نفر یا 40 نفر تا 50-60 نفر در روز به کار کنه. درست. تشکر. خود دوست عزیز، بعد از این ان شاء الله مردم هم می کار نه در روز 50-60 نفر
هماهنگی میشه، تقسیمات میشه، هر قریه می به خاطر که از کار خودم نمانه. مردم هم یک کار درخت کار دهقانیه دیگه، در ظرف یک سال و میشه همون درختایش هستن دیگه. بازم از کسایی که تا فی الحال ما را حمایت کردن به نهایت تشکر و منتظر حمایت های در آینده منتظر حمایت های شما هستیم. بخیر باشید.